روزی رسول الله صلی الله علیه و سلم بر سری منبر می نشست. وقتی که قدم اولش را گذاشت آمین گفت و قدم دوم هم که گذاشت باز هم آمین گفت. در قدم سوم باز هم آمین گفت. صحابه کرام خیز گفت یا رسول الله صلی الله علیه و سلم شما دیگر روزها این کار را انجام نمی دادید، چطور شما این روز این کار را انجام دادید؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت من که قدم اول را گذاشتم جبرئیل امین از آسمان آمد و گفت لعنت خدا با آن شخصی که نام شما را میشنود و بر درود نمیفرستد. ما گفتم آمین و قدم دوم را که گذاشتم باز جبرئیل امین آمد و گفت لعنت خدا با آن شخصی که پدر و مادرش وفات میکند اما از پسرش ناراض میباشد. باز هم ما گفتم آمین و قدم سوم را گذاشتم باز جبرئیل امین از آسمان آمد و گفت لعنت خدا با آن شخصی که ماه مبارک رمضان ختم می شود و گناهان آن مغفرت نمی شود. باز با هم گفتم آمین. سروران عزیز، خلاصه این که اگر می خواهید که در روز قیامت شفاعت رسول الله صلی الله علیه و سلم و معیت آن جناب نصیبتان شود، پس زیاد درود و سلام بفرستید.